از همه مطالب بالاتر اینه که شما جوانید، دلهای شما پاک، ناآلوده است. به عمق این حرف هم شما حالا نمیرسید. این ناآلودگی معناش چیست؟ گرفتاری دلهای آلوده کجاست؟ اینو شما که جوانید حالاها باید گفت. بهش نمیرسید تا به حدود سنی ما که رسیدید، اون وقت گرفتاری رو میفهمید، میبینید که چقدر این زلالی دل در دوره جوانی قیمت داره، چقدر ارزش داره که دیگه قابل برگشت هم نیست. این سرمایه امروز در اختیار شماست. من حرفم اینه، این دل پاک و زلال رو هر چی میتونید با منبع عظمت، با منبع حقیقت، با منبع زیبایی، یعنی ذات مقدس باری تعالی پیوند بدید و نزدیک کنید. اینجور نیستش که شما قله کوه رو نگاه میکنید از این پایین، میبینید کسانی اونجا هستن، تصور کنید که اینها بال زدن رفتن اونجا. نه، اینا از همین مسیری که جلو پای شماست، از همین مسیر رفتن جلو، رسیدن اونجا. اونایی که در اون قله ها مشاهده میکنید از همین راه ها عبور کردن. این راه ها چیه؟ در درجه اول ترک گناه. گفتنش آسونه، عملش سخته اما ناگزیره. دروغ نگفتن، خیانت نکردن، لغزش های گوناگون جنسی و شهوانی رو پرهیز کردن، از گناهان پرهیز کردن دیگه. این قدم مهمترینش اینه. بعد از ترک گناه در اعمال واجبات، از همه واجبات مهمتر نمازه. و علم ان عملک کله تبع لصلاتک. همه کار انسان تابع نمازه. نماز رو به وقت بخونید، با توجه بخونید، با حضور قلب. حضور قلب یعنی بدانید که دارید با یکی حرف میزنید. این معنی حضور قلب. این روزه ماه رمضان خیلی مغتنمه. مبارزه با گرسنگی، تشنگی، گرما، سختی هایی که انسان داره و انس با قرآن و انس با نهج البلاغه و انس با صحیفه سجادیه و دعا و نافله و نماز شب و هر کاری که تونستید بعد از او بکنید. شما مثل فرزندان من هستید. من اگر بخوام به بچه‌های خودم، بچه‌های صلبی و نسلی خودم بهترین سفارش‌ها رو بکنم، همینی که به شما عرض کردم این رو به اونا خواهم گفت.